هر اپیزود لوکیشنی متفاوت، میهمانی متفاوت و موضوعی به انتخاب میهمان. موضوع این قسمت پادکست متفاوت شو کسب و کار و کسب درآمد. پیشنهاد میکنم ویدیو رو ببینید. من مهدی رحیمیانم و اینجا پادکست متفاوت شو، همراه ما باشید. سلام، خوبی؟ سلام، خیلی مخلصم. حالت خوبه؟ مخلصی. موضوع این اپیزودمون به انتخاب تو در رابطه با کسب و کار و حالا درآمدزایی بوده توی وضعیت الان به نظرم توی ایران. حالا شاید بتونی شما درآمد خارج از ایران داشته باشی ولی داخل ایران زندگی کنی. حتی اینم هست که خیلی‌ها نمیدونن حتی همچین چیزی وجود داره. میخوای معرفی کلی بکن خودتو با بیننده‌های عزیز، یا آشنایی کوچیکی داشته باشن باهات. سلام عرض میکنم، من یاسین هستم و 23 سالمه، تو 24 سالم. هیچ شخص خاصی نیستم اما تلاش دارم میکنم که در آینده شخص خاصی بشم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی خواهش میکنم. در رابطه با ایده های کسب و کار موضوعی هست که به نظرت لازم باشه کسی بدونه؟ فکر کن مثلا یه شخصی امروز تصمیم گرفته به این که یه حرکتی بکنه، یه کاری رو انجام بده. حالا اون کار میتونه مفید باشه که در نتیجهش یه درآمدی رو به همراه داشته باشه. خب یعنی همون ثانیه اول درآمدزایی نداشته باشه، میتونه همون ثانیه اولی که این کار انجام میده درآمدزایی شروع شده باشه. خب فکر کن اون شخص سرچ کرده داخل یوتیوب و این ویدیو رو الان داره میبینه. چیزی هست توی ذهنت که بخوای بهش بگی؟ ببین، در رابطه با اول اینکه شما میفرمایید نحوه درآمدزاییش قرار چه جوری باشه که از همون اول درآمد داشته باشه یا نه، به نظر من اگر ماجرای کسب و کارش مثل یوتیوب اصلا انقدر برای شیرین و گول زننده بوده که حاضر طرف مثلا حتی با 1 سال مجانی کار کردن در آینده درآمد خوشمزه‌ای از مثلا یوتیوب داشته باشه. در رابطه با حیطه کسب و کاری که حالا اون شخص میخواد آغاز کنه و هرچی که بخوایم در نظر بگیریم، مثلا همین فتوشاپ، به نظر من تو اولین مرحله باید مصمم باشه روی اجرای اون. من خودم تا الان مثلا چند تا کار کردم، واقعا بی‌تعارف هر چند تاشو با اینکه مثلا بعضیاشون پایان‌های داغونی داشتن ولی با خودم طی کرده بودم که تا آخر ادامه میدمش و به نتیجه میرسونم. حالا میخواد نتیجه مثبت بشه، میخواد نتیجه منفی باشه، میخواد درآمدی برام ایجاد کرده باشه، میخواد درآمد ایجاد نکرده باشه. به هر حال خودت منو خیلی دورادور میشناسی و میدونی که خیلی پروژه ها رو استارت زدم و نیمه تموم نذاشتم دیگه، تا آخرش رفتم. حالا یا به بن‌بست خورد یا جواب گرفتم. حالا دقیقاً به نظر من اون کسی که تصمیم میگیره به شروع یه کاری، به نظر من تا حالا به موردی بر نخوردم که این موضوع رو نقض کنه. و به نظر من شما وقتی تصمیم میگیری که یه کاری رو شروع بکنی، از اون ثانیه‌ای که تصمیم میگیری به ازای هر ثانیه‌ای که دیرتر از اون لحظه کارت رو شروع بکنی، شاید یه مقداری انگیزه تو کمتر میشه برای انجام این کار. من همچین حسی رو داشتم. یعنی میگم اگر تصمیم گرفتی همچین کاری رو انجام بدی، به نظرم باید مثلا همون لحظه شروع کنی در ناقص ترین حالت ممکن و تکمیلش کنی در ادامه پروسه، در ادامه الان مثلا همین چنل یوتیوب متفاوت شما ویدیوی اولی که زدم اینترو نداره، استراحت بینش حالا مثلا چیز خاصی نیست، ویدیو مثلا حالا آنچنان اونجوری که باید با ایمیل خودم نبود اما گذاشتم. پست دوممون بهتر شد، پست سوممون بازم بهتر از قبلی شد و در این روند رو باید ادامه داد و بهترش کرد. به نظر من اینجوری بوده. یعنی اگر که کمالگرایی ضد کمالگرایی میشه این حرفی که من میزنم دیگه، درسته؟ این کمالگرایی بحث به نظرم جداییه، ولی خب در رابطه با اینکه کاهش انگیزه رو بخوایم مرتبط کنیم با دیرتر شروع کردن، شاید از این باب زیاد موافق نباشم.
ولی اینو قطعا موافقم که شما هر چی زودتر شروع کنی اون کشش ذهنیت بیشتره برای به نحو احسن به اتمام رسوندن پروژه‌ای که حالا مد نظرت، حالا یا پروژه کسب و کارته یا پروژه هر چیزی. مثلا چی؟ مثلا من الان گشنمه، مثال خیلی ساده، و تصمیم میگیرم غذا درست بکنم بخورم و غذایی که تصمیم گرفتم درست کنم بخورم 2 ساعت 3 ساعت بعد از اون تصمیم من شروع به انجام کار میکنم. خب اینقدر این گشنگی دیگه من فشار آورده که شاید اصلا ندونم اون ثانیه چی دیگه میخوام درست کنم، میدونی، یعنی دل به کار. آره دیگه فقط یه چیزی باشه بخورم تموم شه بره. در رابطه با اونم گشنگی ذهنی میشه دیگه. شما هر چی به خودت بخوای گشنگی بی کار بدی، چون کار کردن جدای از درآمد داشتن به نظر من خلأ روحی پر میکنه. باعث میشه به نظرم که ببین مثلا حالا بازم میگم دیدگاه ها متفاوتن. خیلی ها اینجوری نمیبینن، خیلی ها کار کردن رو به عنوان یه چیزی که واقعا خستشون میکنه میبینن، اما به نظر من کار کردن باید چیزی باشه که شما در عین حال که داری یه کاری رو انجام میدی که در ازاش درآمدی رو داری، باید از اون کار لذت هم ببری. چرا؟ چون که قراره پیشرفت بکنی توی این کار، قرار نیست صرفا حالا یه سری از شغلا استثنان، مثلا شغلای کارمندی عموما اینجوری استثناء حساب میشن، چون اکثرا اونایی که مثلا کارمندان نمیشه گفت عشق می‌ورزن به شغلشون یا خلاقیت خاصی دارن یا این شغل هدفشون به نظر من. ولی میشه بازم، چرا؟ خدا همون کارمندا هم میتونه، ولی توی مدت زمان خیلی طولانی تری باید مثلا این کار انجام بده تا بتونه یه دونه مثلا حالا افزایش درجه یا درآمد داشته باشه. و چقدر با شغل دوم موافقی؟ شغل دوم به نظرم مکمل درآمدی تو روزهای سخت، وگرنه در حالت عادی اگر یه نفر یه شغلی داره که شغلش علاقه کودکیش بوده، علاقه الانشه و شغلش یه جورایی زندگیشه، اصلا شغل دوم داشتن به نظر من بیهوده است. خب یه فاکتور به نظر من نگفتی که درآمدشه. اگر درآمد شغل اول شما کافی باشه به هیچ عنوان به نظرم خب موضوع دیگه هم میتونه داشته. مثلا چرا درآمد وقتی خیلی عالی باشه شما از رو علاقه، اگر شغل مورد علاقت نیست به عنوان شغل دوم میری شغل مورد علاقت رو میزنی. این شغل دوم منظور چیه؟ مثلا طرف تا چند سال پیش والیبالیست بوده، اسنپ هم کار میکرده. اگر بخوایم اسنپ رو شغل دوم براش در نظر بگیریم از نظر درآمدی اون یه شغل موقتیه. کلا کمتر کسی سراغ دارم که شغل دوم دائمی داشته باشه. معمولا افراد شغل موقتی دارن فقط به خاطر اینکه کمبودهای مالی زندگیشون رو اونم به صورت موقتی برطرف کن. وگرنه اگر شغل اول طرف میگم شغل مورد علاقش باشه قطعا توش به درآمدهای خیلی خوبی میرسه، حتی اگر سطحی باشه. میگن کلا تو کاری که علاقه دارید برید جلو، حتی اگر اولش درآمد ندارید، حتی اگر قراره که مثلا 10 سال گشنگی بکنید، ولی انتهاش چون داره با علاقه مسیر جلو میره به نظر من خیلی میتونه بسیار بهتر از اینا بشه. فکر کن هیچ اطلاعاتی در رابطه با کسب درآمد و کسب و کار نداری و امروز میخوای شروع کنی به انجام یک کار، یه شغل و یک مسیر رو پیش بگیری و از فهم الانم ندارم، فهم الانم نداری و میخوای شروع. چرا؟ شاید فهم الان داری، نمیدونم، البته اینا میتونی هم با فهم الانت جواب بدی هم بدون فهم الانت. و الان میخوای یک مسیری رو پیش بگیری، شروع کنی و حالا اگر آموزش نیازه ببینی شروع به کار کنی توی اون حوزه. کسب و کار آنلاین رو انتخاب میکردی یا کسب و کار سنتی و چرا؟ به نظر من کسب و کارهای سنتی، البته سنتی منظور چیه؟ سنتی اگه مثلا میرفتی یه مغازه اجاره میکردی یه جنسی میریختی توش، مثلا حالا نه لزوما جانبی گوشی، لباس فروشی، نمیدونم پارچه فروشی، نمیدونم. در قالب مغازه نه، اما کسب و کار سنتی مثل تولیدی رو خیلی دوست دارم و مطمئنم که 500 تا آنلاین شاپ تو جیبش میذاره. تولیدی اون چون در راستای اقتصاد یک کشور داره پیش میره و بخواد نخواد باید سود داشته باشه. حالا لزوما این حرفتو زیاد باش موافق نیستم، چون که خیلی به نظرم المان‌های فرعی داره این قضیه. حالا ما یه سری آموزش‌هایی می‌دیدیم
گفتش که شما یک کاری رو که میخوای شروع کنی باید یه چیزی به اسم بیزنس پلن براش ترسیم بکنی. بیزنس پلن نقشه کسب و کاره. این نقشه کسب و کار شما توی آچار یا توی آسه پیاده بکنی، قشنگ میای روی کاغذ مینویسی که قشر هدف این شغل چیه، اون نیازهاش چیه و چه چیزهای مواد اولیه ایمان، چه ارزشی رو داریم ارائه میکنیم. تمامی اینها رو توی کاغذ مینویسی و نتیجه گیری میکنی و این روی این کاغذ توی این نقشه اگر به جواب برسه و جوابدهی داشته باشه بهت میگه. این خیلی مهمه. یعنی اگر که برین داخل اینترنت سرچ کنین بیزنس مدل یا نقشه کسب و کار اسنپ، البته دیجی کالا، تمامی اینها هستن نقشه هاشون داخل گوگل. البته همیشه هم قابل پیش بینی نیست. ما تا خیلی ها رو نمیگم 100%، ولی خب تا مقداری به نظرم فکر کنم بتونم. آره، ولی چون خیلی ها رو تو زندگیم دیدم که مثلا سرمایه عظیمی گذاشتن و علاوه اینکه خیلی خودشون مهارت داشتن و اطرافیانش حامیش بودن، ولی بازم کار نتیجه دلخواهشون نگرفته. خب شاید نه تنها بررسی نگرفته، نکردن. شکست هم خورده اومده بیرون. میتونی شغله رو بهم بگی؟ شغلی که اون شروع کرده آره، قهوه اسم فروشی. قهوه فروشی. خب ببین قهوه فروشی به نظر من خیلی مواردی داره که باید در نظر بگیری. چون آنلاین شاپ هم شکر میونی کلمات آنلاین شاپ هم کنارش زده. آنلاین شاپ هم خودم زدم، من نتونستم جام. آره من خودم آنلاین شاپ زدم دیگه، یادت باشه، برای لباسا که حالا بحثش هم در آینده انشالله بکنیم با بچه‌ها. نگرفت. حالا آره، درسته اون سرمایه‌ای که من گذاشتم و همه‌شو بهم برگردوند، یه سود خیلی کمی هم بهم داد، ولی نه توی اون بازه زمانی که من خواستم. هست. آره ولی اینو از کلاً اگر قرار بود انتخاب کنی میرفتی سنتی به خاطر فقط شغلایی مثل تولیدی. آره. آنلاین رو نمیرفتی سراغش. نه اصلا. بسیار. آنلاین رو فقط به چشم تبلیغات میدم. بعد به نظرت این که صفر از همون روز که تصمیم گرفتی دیگه و میخوای بری توی این مسیر و توی تولیدی، اول باید بری اطلاعات کسب کنی، یاد بگیری، یه سرمایه رو جمع بکنی، بعد بری. حالا کسب و کارهای سنتی اکثرا عموما یا با یادگیری های توی مغازه ها از افراد، حالت اوستا و شاگردی شروع میشه دیگه. این هست. یا باید بری کلاس هایی که آموزش میدن اینها رو و آموزش ببینی. من خودم شخصا با اولی بیشتر موافقم. حالت اوستا و شاگردی. چون من تو زمینه بخش طراحی و به حساب مباحث فتوشاپ و ادیت و اینا چندین بار قبلش رفته بودم کلاس‌های آموزشی، هم تو شهر خودم هم پایتخت که تهران بود و خیلی آموزش‌های فشرده، آموزش‌های تخصصی همه جوره. میخوام بگم حداقل من 5 تا آموزش ادیت و فتوشاپ و اینا رفتم ولی یاد نگرفتم. تا اینکه با یه بنده خدای آشنا شدم و اون شاید هم بگی اغراق داره میکنه، ولی نه واقعا من توی کمتر از یک هفته فتوشاپی که با 5 تا دوره 50 جلسه نتونستم یاد بگیرم و تو 5 جلسه توی یه هفته یاد گرفتم. من معتقدم که تجربه و کسب کردن به صورت تجربه خیلی بیشتر جواب میده تا چیز. شکر میونه کلامتون. من یه موردی رو جدیداً بهش برخوردم و اونم میخوام باید مطرح کنم. یک خانومی از آشناهای ما یه هزینه‌ای رو کرد و همراه یکی از دوستانش هزینه قابل توجهی رو کرد برای یک دوره که حالت ورکشاپ بود. به مدت 1 هفته رفت تهران و آموزش دید توی زمینه رنگ مو و کلا کارهای آرایشگری زنانه. من زیاد سررشته‌ای ندارم ولی میدونم که یه چیز تو درباره رنگ مو و اینا بود و رفتن برای آموزش. ایشون آرایشگاه داره خودشون، دوستش هم که میگم اونم آرایشگاه سالن دارن هر دوتاشون. و من در جریان این اطلاعات بودم. خب طبق اون اطلاعاتی که داشتن در رابطه با فیلم برداری، تدوین اینا، یه سری نکات بهش گفتم میری اونجا مثلا اینجوری فیلم بگیر اینا و تعریف کن برام چه خبر، چه جوری بود اینا. رفتن برگشتن، اومد و گفتش که اون شخصی که این همه گسترده تبلیغ کرده بود، این همه دبدبه و کبکبه داشت، این همه نمیدونم تشریفات خاص داشت و کلاس و فلان و استاد و اینا، که مثلا 30 نفر 20 نفر آدم 15 نفر آدم هزینه کرده بودن و اومده بودن، اون شخص اطلاعاتش نصف من بود. یعنی اون شخصی که توی تهران اومده یک دوره ورکشاپ آموزشی برگزار کرده، نزدیک 200,000 نفر فالوور داره توی این اینستاگرام. خب
اطلاعاتش و مهارتش نصف این شخصی بوده که تو کاشون داره کار میکنه با مثلا 4000 نفر فالوور. دقیقاً. چرا اون تونسته از یه همچین آموزش دادنی یه همچین مبلغ هنگفتی رو در بیاره؟ چرا تبلیغات و فضای مجازی و برندسازی. به نظر من چرا شما میگی من این همه کلاس رفتم و یاد نگرفتم فتوشاپ را اینا رو همه رو گفتم که به اینجا برسم؟ درست. چرا میگی من همه کلاس رفتم، انقدر این جلسه رفتم، آموزش دیدم فلان اینا، ولی هیچی فایده ای نداشت، ولی با این نفر آشنا شدم تو یه هفته به من یاد داد؟ شاید اونها هم یک جوری این قضیه رو به غالب کردن به شما که فکر کردی که نه این واقعا من وقتی دارم این هزینه رو میکنم و میرم کلاس این با مثلا نوشته 40 جلسه، نوشته 30 جلسه، نوشته 2 ماه مثلا آموزش، من اینو میرم پس یاد میگیرم قطعا. حالا من یه چیزی تو شاید ذهنم شخص واقعا چیزی برای ارائه نداشته باشه. مثل سریال ها که 100 تا قسمت مثلا این سریاله 40 تا قسمت فیلر داره، 40 تا قسمت آب توش بستن که بگن ما سریالمون 100 قسمته، اونم آموزشش اومده اینجوری کرد. من همچین حسی رو گرفتم. دقیقاً. اصلا کلا تو بحث یه چیزی که تو ذهنم اومد تو بحث هر کسب و کاری، چه منطقه خودمون، چه ایرانمون، چه جاهای دیگه از جهان، به نظر من کلا به حرف دیگران اکتفا نکنید. حتی اگر بگن بده، حتی اگر بگن خوبه، به نظر من کاملا باید تجربه کرد. یعنی تا توی اون شرایطش قرار نگیری نمیفهمی پشت اون همه زرق و برق چه یا پشت اون همه سختی چیه. هیچ کس نمیاد اونجوری که باید از خوبی‌هاش بگه و اونجوری که باید از بدی‌هاش بگه. به نظر من کلا تو زمینه کسب و کار این جدای از اون حرفا، این تو ذهنم بود و تو دلم بود می‌خواستم بگم. کلا به همه همسن و سالای خودم، چون تمام این دوره‌هایی که الان نسل‌های من، نسل‌های 80 به این ور دارن تجربه می‌کنن و حتی نسل‌های 70 متولدین 80 تمامشون رو با پوست و استخون درک می‌کنم و معتقدم که بچه‌های فوق‌العاده باهوش و با استعدادی ان، منتها یه مقدار گمراهن. مثل خودم من که گمراه هم همین الانشم. ولی خب تا حدودی چون توی این مبانی کار و اینا خودت خب خبر داری خیلی تا حالا فعال بودم، به امید این که بتونم افتخار آفرینی بکنم برای اطرافیانم، برای خودم، برای شهرم. دوست داشتم بگم که کلا به حرف هیچ کس اکتفا نکنید در رابطه با شروع کسب و کارتون و اون راهیو که فکر میکنید درسته برید. حالا یا قراره تهش اشتباه باشه یا قراره همون درست باشه. بسیار عالی. و به نظرت استرس و یعنی حالا استرس یک چیز خیلی عمومیه، واژه خیلی عمومیه، استرس و عدم تمرکز. یعنی عدم تمرکز خب یه چیزیه که از ترشح زیاد دوپامین صورت میگیره و دوپامین چیه؟ مثلا شما اسکرول کردن داخل اینستاگرام برات دوپامین ترشح میکنه چون چیزایی که دوست داری رو نشونت میده. خیلی از کارهای دیگه هم دوپامینت رو درسته تداخل ایجاد میکنه توی ترشحش و باعث میشه که این مشکل استرس پیدا کنی. عموما اکثر بچهای یعنی رفقای نسل زدی که هستن الان توی ایران یا شاید کل دنیا، حالا ما کل دنیا رو ندیدیم، ایران رو دارم، کسایی که دیدم این مشکل عدم تمرکز رو به خاطر این شرایط و این موضوع احساس میکنم که دارن، چون گفته شده و من که یه همچین چیزی رو دارن. و به نظرت این قضیه استرس و عدم تمرکز چقدر توی این که اون شخص مثلا یه منم مهدی رحیمیان میخوام یه کاری شروع کنم، من فوق العاده استرسی ام، فوق العاده عدم تمرکز دارم، الان به نظر شما من به چه مشکلاتی میخورم در رابطه با این دوتا خصوصیتی که دارم و به نظرت شاید میتونی بگی من راه حلی سراغ ندارم چون من جور نیستم، ولی به نظرت راه حلش چیه؟ یعنی دلیلش چیه و راه به نظر من استرس در چارچوب خودش خیلی میتونه نه تنها مضر نباشه بلکه فایده هایی هم داشته باشه. استرس همیشه تو زندگی من، حالا درست یه جاهایی افسار گریخته بوده و غیر قابل کنترل بوده تو زندگیم، اما عین همه انسان‌ها که استرس میکشن، استرس های من همیشه برام احتیاط آورده، همیشه برام سود آورده، همیشه برام تصمیم نگرفتن عجولانه آورده و خیلی موارد دیگه. میخوام بگم تو حد و اندازه خودش به نظر من خیلی خوبه، ولی اگر یه نفری که شما داری میگی دچار یه استرسای افسار گسیخته میشه، اون به نظرم باید یا
تجدید نظر کنن تو اطرافیانشون. مهدی اطرافیان به نظر من نقش کلیدی دارن توی کنترل روحیه تو و کنترل استرس تو. همه ماها دوره‌های پر استرس رو تو زندگیمون سپری کردیم. یه مثالی هست میگن زنی که حامله است برای اینکه خیلی مثلا میگن بعد از خب زایمانش دچار افسردگی و اینا نشه، میگن همسرش رو مثلا بهش مرخصی بدید، یه مقدار اگه دستش خالی حتی بهش پول بدید که بیشتر حامی باشه تا اون افسردگی روی خانومش نمونه و بتونه کم کم خودش رو پیدا کنه. میخوام بگم نقش حامی خیلی موثره، حتی اگر یه نفر باشه میتونه کنترلت کنه. اینو گفتم از این بابت که توی اطرافیانت اگر کسی هست که مثلا حس میکنی داره کمکاری میکنه یا اونجوری که باید و شاید از تو حمایت نمیکنه، یه تجدید نظری بکنی و اطرافیانت رو عوض کنی. و از بابت خودت که اصلا بیرون رو بخوایم فاکتور بگیریم، از بابت خودت به نظرم همیشه باید با خودت این ماجرا رو تکرار کنی که حتی کار هم به فدای سلامتی. به نظر من هیچ چیز توی زندگی ارزشش بیشتر از سلامت روحی نیست. من حتی سلامت روحی رو یه روزهای ترجیح دادم به سلامت جسمی، تو به خوبی میدونی، و ترجیح دادم که اعصاب و روانم آروم باشه اما یه لطمه های جسمی ببینم، یه لطمه های مالی هم ببینم، فقط اعصاب آرومی داشته باشم. و این هست که دیدگاه همون با هم متفاوته حقیقت. تو بیشتر حالت مبارزه‌ای داری. من میگم که گاردم چی نمیشه، باید رفت جلو انجام بدی، هر چی هم شد کارو بعد انجام بدی. این روحیه جنگجو توه. جف بزوس یه نقل قول داره اگر اشتباه نکنم، بنیانگذار آمازون جف بزوس میگه که استرس همینجوری وجود نداره. استرس به وجود میاد از کارهایی که انجام نمیدی و میتونی انجامشون بدی. وقتی یه کاری رو میتونی انجام بدی و انجامش نمیدی، پشت گوش میندازیش، به مدت زمان دیگه موکولش میکنی انجام دادنشو، یا تمام خودت رو نمیذاری برای انجامش، اون لحظه استرس متولد میشه و میمونه توی ذهن تو میای 10 تا کار متفاوت، شاید 8 تا کار بی اهمیت، 2 تا کار مهم توی روز انجام میدی، برای 9 تاش همچین کاری رو انجام میدی. خب 9 تا مؤلفه، 9 تا چشمه استرس توی روز به وجود اومده که اینا واقعا توی طول مدت آسیب میزنه. خب این حالا یه بند استرسه. طرز ذهنم و جف بزوس به نظر من واقعا خیلی قشنگ گفته. کوتاه نگهش داریم، یه استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم بعد از استراحتمون چندین روش کسب درآمد خیلی جالب، نسبتاً راحت با درآمد بالا رو بهتون معرفی کنیم و بررسیش کنیم با هم، ببینیم که آیا واقعا درآمد بالایی دارن یا نه. همراه ما باشید. اون بیزنس مدلایی که می‌خواستم بهتون بگم و باهاتون مطرح کنم، هم با آقای یاسین عزیز هم با بیننده‌های خوبمون، یکی از ایده‌هایی که خیلی تازه است و خیلی نوعه، میتونین با استفاده از هوش مصنوعی هایی که هست، یه سری هوش مصنوعی هست که تصویر فقط عکس درست میکنه و رایگانه، خیلی هستن. یعنی شما اگر بزنی فیری فوتو ای آی جنریتور میاره بالا، شاید لیست مثلا 100 تایی بیاره که شاید مثلا 5 تای اولش کیفیت خوبی داشته باشن، رایگان هم استفاده بتونی بکنی برای عکس درست کردن. دوباره یه سری هوش مصنوعی دیگه هستن که فیلم درست میکنن، یه سری هوش مصنوعی هستن که عکس بهشون میدون، عکس رو برات متحرک میکنن نسبت به اون متنی که بهشون میدی. تمامی اینها هست و این مهمه که اگر تو میخوای پول در بیاری باید یه نیازی رو وایسا الان توضیحشو میدم، باید یه نیازی رو شناسایی بکنی و اون نیاز رو رفع بکنی. در ازای رفع اون نیاز، در ازای اون راه حل، مردم حاضرن به پول بدن. هر چقدر نیازی که حل میکنی، نیازی که برطرف میکنی بزرگتر باشه، خیلی نیاز باشه،
از اون طرف دقیقاً. بیشتر درخواست هست برای که به تو پول بدن و بگن بده. یه میم هست یا روی طوری کارتر میزنه رو میز میگه بده. مثلا دارم چیه این ایده که دارم بهتون میگم؟ شما میتونی، خب میشه گفت تقریبا نصف جمعیت کره زمین آقایونن و میتونی با استفاده از یک پرامپت چیه؟ یک متن خاصیه که به هوش مصنوعی میدی و بر طبق اون متن بهت یک نتیجه‌ای رو میده. یک قسمت ثابت میسازی برای پرامپتت از مشخصات ظاهری یک خانم که یک خانم رو میای قشنگ توصیف میکنی که یک تصویر مشابه بهت بده. اگر مثلا اومدی دوباره ازش خواستی از تصویر یک خانم، مثلا من الان یه دونه نوشتم یه عکس از یه خانم به من داد و مثلا گفتم اون خانم در حال صحبت کردن با تلفن باشه مثلا، بعد دوباره همون قسمت مشخصات ظاهری اون خانم رو میام کپی میکنم می‌نویسم، بعد میگم مثلا همین خانم در حال آشپزی باشه، عکس قراره بگیرم ازش دیگه. شما میتونی یه دونه مدل هوش مصنوعی خانم بسازی با نهایت لوندبازیاش، با نهایت جذابیت‌هاش، چون ما پسریم و میدونیم چه چیزی پسرا بهش فکر میکنن و تقریبا نصف جمعیت متأهلم فکر تقریبا نصف جمعیت دنیا آقایونن میشه گفت، حالا طبق چیزی که من میگم مثلا این سوء استفاده از احساسات آقایان خیلیا هستن الان خارج از ایران این کارو میکنن و تو ایران نمیدونم این ایده الان داره اجرایی میشه یا نه. شما میتونی یک شخص یک نفر مدل هوش مصنوعی رو بسازی، یک خانم خیلی خوشتیپ خیلی خوشگل که لایف استایل داره، هر روز استوری میذاره از خودش، کارهای خاصی رو انجام میده، میره میچرخه. خب شما میتونی تمام این کارها رو انجام بدی با هوش مصنوعی و به مخاطبین جواب بدی، تعامل داشته باشی، محتوا تولید بکنی با چهره خودت، با چهره همون مدل هوش مصنوعی و طرفدار پیدا کنی، تبلیغات بگیری با محبوب شدن اون شخصیت کاملا ساختگی و تمام یه سری از چیزها رو اتوماتیک کنی. الان یه سری هوش مصنوعی هست مثلا مثل دایرکت هم که توی ایرانه و یه سری چیزها رو اتوماتیک کرده. شما مثلا دایرکت جواب دادن میتونی اتوماتیک کنی، یه سری از چیزها رو میتونی اتوماتیک کنی. این مدل رو وقتی رسوندی به درجه‌ای که درآمد داشته باشه، همین الان یه دختر با قیافه متوسط که خیلی چیز زیادی برای ارائه نداره یه پیج اینستاگرام بزنه، در کمتر از یک هفته میتونه بکنه 100 نفر. ولی برای پسر هم چیزی صادق نیست. نیست تو ایران تموم شده رفت. شاید تو خارج هم همینجوری باشه، ما که نمیدونیم. و محبوب میشه این شخص. هم میتونی از طریق تبلیغ گرفتن با این شخص درآمدزایی داشته باشی که این خیلی خوبه و فرامرزیه، یعنی مرزی وجود نداره. تو هم میتونی خارجی کار کنی، هم میتونی انگلیسی زبان فعالیت کنی، هم فارسی زبان. انگلیسی زبانش هم به نظر من جالبه. هم اگر یک محصولی رو اومدی برای فروش یا ارائه درست کردی و می‌خواستی بفروشیش، توسط همین مدل هوش مصنوعی که داری که یک خانم خیلی متشخصه میتونی تبلیغش کنی و اصطلاحاً پروموت کنی اون محصولت رو با استفاده از این به نظر من یکی از روش‌های کسب درآمد جدیده که الان اشباع نشده، میتونن انجام بدن افراد. کار سخت بیل زدن نیست، کار سختی نیست و به نظر من واقعا جواب میده. این یکیش واقعا آره دیگه. حالا این موضوع بود که نگفته بودم، اون که گفتم حالا هستن هوش مصنوعی‌ها و باید خیلی کم، شاید در حد یک هفته بری ببینی، باشون امتحان کنی و آزمون خطا کنی و خیلی راحت بدون 1000 تومان هزینه این کسب و کار رو شروع کنی. شخصیتون دقیقاً. ببین اکثر کسب و کارها به نظر من نیازمند سرمایه اولیه‌اند. تولیدی که شما داری میگی، اون شخص وقتی از روز اول بخواد شروع کنه به کار باید سرمایه داشته باشه. نمیتونه از صفر بگه خب من فلانم الان مثلا 100,000 تومان پول تو کارتمه و الان میرم تولیدی میزنم. با 100,000 تومان که نمیتونه بره تولیدی بزنه که. متوجه چی میگم؟ اینا هست و به نظر من آموزش دیدن واقعا خوبه. آموزش باید ببینه شخص اجرا کنه اون ایده رو. و یه ایده دیگه دوباره، مثلا من یه ایده داشتم برای تولید یک محصول خاص. این محصول خاص رو میخوام باهاتون مطرح کنم. اگه خواستید کسی جالب بود به نظرش میتونه اینو اجرایی کنه. یک کالایی مثل شیشه عطری که انقدریه و ما اسپریش میکنیم رو در نظر بگیر. این رو شما میای به حالت دایره‌ای دیگه، یک استوانه است، یک دایره است که اومده تا بالا، یک استوانه است دیگه، ظرف شیشه عطر. آره. این رو ما بیایم یک مربع در نظر بگیریم، یعنی یک مکعب مستطیل میشه، پایش قاعدش مربع اینجوری میاد بالا.
با قطر مثلا اندازه 1 انگشت و نصف، یه چیزی که تو جیب جا بشه، تو کیف جا بشه راحت. اینا میاد یه پارچه خاص از جنس دستمال صفحه گوشی و دستمال عینک روش رو میپوشونی و داخلش هم مایع تمیز کننده لنز دوربین و عینک و اینا میذاری و این رو خیلی راحت اشخاص میتونن توی کیفشون بذارن. عینک کثیف شد طرف یا لنز دوربینش کثیف شد، اکثرا دستمال عینک رو گم میکنن. عموم افراد دستمال عینکشون رو گم میکنن و این به نظر من نیاز بود که ولی عطر رو معمولا گم نمیکنن. آره عطر. آفرین و اینو میاد میزنه طرف، در میاره کیفش میزنه به صفحه گوشیش یا به عینکش و همون رو میگیره میکشه رو صفحه گوشی. ولی مهدی جالب این به نظرم ایده ها خیلی زیادن، عملیشون باید کرد. یعنی یه نفر ایده های تولیدی سرمایه میخواد، ولی ایده هایی که تولیدی نباشه خب شما خیلی راحت الان میتونی بری با گوشی که دیگه همه دارن که کانال یوتیوب بزن، الان همین فیلمی که شما دارید با گوشی داره ضبط میشه خب و میتونید این کارا رو انجام بدید. چقدر هزینه 800,000 تومان 900,000 تومان یه نئون خرید میشه. میدونی چی میگم؟ بدون هزینه میشه. میری یه دوره میخری 800,000 تومان 1 تومن، اصلا دوره نمیخری. تو یوتیوب هست، کانال‌های تلگرامی هستن که دوره ها رو میذارن به رایگان. شما میتونی اگر واقعا قصد داری درآمدزایی داشته باشی بری آموزش‌ها رو ببینی و انجام بدی. الان یه چیزی که خیلی داره، مثال میزنم، 5 سال قبل 8 سال قبل داشت توی ایران قهوه مد میشد و قهوه فروشی داشت میومد. الان جاهایی رو ما داریم توی ایران، خیابون‌هایی رو ما داریم توی ایران، نمیگم توی شهری که ما الان توش هستیم، توی کل ایران خیابون‌هایی رو داریم که توی یه خیابون 20 تا کافه هست. دقیقاً. الان کافه به نظر من اشباع شده. الان دیگه واقعا شور کافه زدن در اومد توی ایران به نظر من، مگه اینکه ایده خیلی خاص داشته باشی. الان هم به نظر من تقریبا 2-3 ساله که داره برای ادمین شدن همچین اتفاقی میفته. این ادمین این اینستاگرام چون هیچ مهارتی نیاز نداره. بگی شما مثلا نیاز داری که یک متخصص فلان باشی، آره اون متخصصه داره کار میکنه، پول خودش هم داره خوب در میاره، خوشمزه، نمیاد مثلا قرارداد ببنده مایی مثلا 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان 20 میلیون تومان، میره یه قرارداد میبنده مثلا 5 میلیون تومان تو ماه. خب ولی همه هم نمیتونن 5 میلیون تومان هزینه ادمین بدن تو ماه. یه سری هم هستن میخوان 10 میلیون تومان هزینه ادمین بدن. اون کسی که 10 تومان میخواد به هزینه ادمین بده، خب ادمینه که لازم نیست آیفون 15 داشته باشه، که لازم نیست مثلا S24 S25 اولترا داشته باشه، که میتونه با یه شیائومی همچین کاری بکنه. دقیقاً. میتونه با یه A54 همچین کاری بکنه. کمترین هزینه. میدونی درآمد میتونید خیلی راحت بسازید، فقط نیازمند اینه که اقدام بکنید. یعنی اصل داستان درآمدزایی اینه که شما الان میخوای پول در بیاری، پاشی بری به سمتش و انجام بدی اون کارو. همین امروز آموزش رو ببینی بگی من 7 روز 6 روز 5 روز به خودم مهلت میدم، روزی 4 ساعت 5 ساعت آموزش. چجوری تو مدرسه ما داشتیم روزی 7 8 ساعت 10 ساعت آموزش میدیدیم؟ چجوری تو دانشگاه روزی 7 8 ساعت 10 ساعت آموزش میدیدیم؟ خودت به خودت این کارو انجام بده، خودت به خودت زور کن، نباید حتما یه زور دیگه باشه. آره فقط همین آموزش ببین. آره آموزش رو ببین، کوتاه اصلا مدت زمان طولانی آموزش دیدن نشونه ای نیست که تو داری کار درستی رو انجام میدی. به نظر من هر چقدر کوتاه‌تر باشه، هر چقدر پروسه سریع‌تر باشه، اگر قرار باشه شکست هم بخوری زودتر شکست میخوری و فرصت بیشتری داری برای انجام پروژه بعدی یا ایده بعدی. پس هر لحظه که شروع کنی خوبه و هر لحظه که دیرتر شروع کنی واقعا اشتباه کردی به نظر من. یعنی شما 5 تا کار امروز شروع میکنی، 3 تاش پس فردا به مشکل میخوره، یکیش یه هفته دیگه به مشکل میخوره، یه کار میمونه، یه کار رو انجام میدی 3 ماه 4 ماه 5 ماه انجام میدی، بعد از اون طرف تو وقت اینو داشتی که 5 تا کارو شروع کنی با هم انجام بدی، 4 تا کارو شروع کنی با هم انجام بدی، الان یه کارش برات مونده، خب میای یه کار 2 کار دیگه هم در کنار این دوباره اضافه میکنی. متوجهی؟ و هر کدوم شکست خورد تورنیس جایگزین میشه. متوجه فرصت دقیقاً. حالا اگر علاقت باشه فبها، اگر علاقت نباشه باید یه پولی رو داشته باشی، باید یه پولی رو در بیاری. اول ما داریم از صفر صحبت میکنیم دیگه. تو باید یه پولی رو داشته باشی که بتونی اون کاری که دوست داری، اون کاری که همه میگن برو سمت علاقت، باید بری سمت علاقت به نظر من. ولی خب من الان مثلا دوست دارم برم مثلا یه کاری رو شروع کنم، یه مغازه مثلا بزنم، نفت شرکت چهارراه هست کاشو مثلا بوتیک بزنم.
خب نمیتونم آقا، نمیتونم. 5 میلیارد سرمایه میخواد، 10 میلیارد سرمایه میخواد. 10 میلیون سرمایه کجا بیارم؟ مثلا 10 میلیون 15 میلیون پول مثلا تو کارتم از کجا بیارم؟ باید این 10 میلیون 15 میلیون در راستای درآمد، مثلا 15 میلیون رو خرج میکنم که 30 میلیون در بیارم، 20 میلیون ازش در بیارم. متوجه چی میگم؟ نمیگم خب این 15 میلیون رو من میذارم تو بانک، ماهی 150,000 تومان مثلا میره روش، خوبه دیگه. نه، باید اون پولو خرج کنی برای بیشتر به دست آوردنش. اینو هی بازی رو انجام بدی، هی بیشترش کنی، هی بیشترش کنی، هی بیشترش کنی، میبینی که آره رسید بهش. شاید توی بازه زمانی که هی داری پول رو بیشتر میکنی اصلا نظرت عوض بشه و دیدگاهت به اون چیزی که علاقت بوده عوض بشه و بخوای که یه کاری رو شروع بکنی که شاید کسی حتی انجام نداده، پولی که دستت باشه جرأت بیشتری هم داری به نظر من برای شروع یک کار. ولی باید شروع کنی. موافقم و باید استارت این کسب و کار از یه جایی بخوره، هرچند اگر سخت باشه. عجب آدمه. کیه؟ چه میدونم، اومدن رد شدن، بوق زدن رفتن، بای بای کردن، بوق زدن. خب باید فقط شروع کرد و حالا اگر چیزایی که من گفتم ایرادی اگر توش بود به نظر نه، به نظر من تکمیل بود صحبتات و من خیلی لذت بردم از این گفتگو. قرار بود که گفتگو کنیم، من صحبت کردم. نه جالب، نه اصلا حرف من تو نداره دیگه. متوجهم چی میگی. تو از منی، من از تو هم و فقط می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که باید شروع کرد بدون فکر کردن این که حالا قرار ضرر بدیم یا سود بکنیم و به نظرم تمام حرفایی که زدی تکمیل کامل بودن و جای خالی براشون نذاشتیم. امیدوارم که از دیدن ویدیو ما لذت برده باشید و ممنونم بازم از شما که زمان خودتون رو افتخارم بود و لذت بردم. 4 صبح لذت بردم. خیلی خوشحال شدم. دمت گرم. خیلی خوشحال شدم. اگر سخن پایانی داری؟ دمتون گرم. امیدوارم که همتون رو پولدار ببینم و قبل از اون سلامت. موفق باشید. خدا نگهدار. دوباره